آیا می‌دانستید که آلبانی خانه یکی از قدیمی‌ترین فرهنگ‌ها در اروپا است، اما اغلب نادیده گرفته می‌شود؟ امروز به عمق سنت‌های غنی و متنوع این کشور جذاب می‌رویم. تاریخ آلبانی به ایلیرهای باستانی برمیگردد. میراث آنها هنوز هم بر فرهنگ آلبانی تأثیر می‌گذارد، از زبان تا فولکلور. تصور کنید که سنت‌های چند صد ساله در زمان‌های مدرن زنده‌اند. یکی از جنبه‌های جذاب، کد افتخار منحصر به فرد آلبانی، قانون است. این کد رفتار اجتماعی، پیوندهای خانوادگی و حتی انتقام را تنظیم می‌کند. این کد باستانی چگونه جامعه معاصر آلبانی را شکل داده است؟ فولکلور آلبانی گنجینه‌ای از افسانه‌ها و داستان‌ها است. از ارواح کوهستانی مرموز تا شخصیت‌های قهرمان، این داستان‌ها نگاهی به روح آلبانی ارائه می‌دهند. آماده یک سفر جادویی هستید. موسیقی و رقص نبض فرهنگ آلبانی هستند. خوانندگی چند صدایی با هارمونی‌های دلانگیز و رقص‌های زنده داستان‌هایی از عشق، مبارزه و جامعه را روایت می‌کند. بیایید این ابرازهای هنری را کشف کنیم. غذا در آلبانی جشنواره‌ای از طعم‌ها است. تحت تأثیر غذاهای مدیترانهایی و عثمانی، غذاهایی مانند بیریک و تابیکوسی نه تنها وعده‌های غذایی، بلکه یک تجربه فرهنگی هستند. آیا مشتاقید بیشتر یاد بگیرید؟ یکی از جنبه‌های جذاب فرهنگ آلبانی موسیقی سنتی آن است. ریشه در تاریخ باستان، آهنگ‌های فولکلور آلبانی هویت‌های منطقه‌ای متنوع و تجربیات تاریخی کشور را منعکس می‌کنند. ایزوپلیفونی، یک فرم منحصر به فرد از خوانندگی فولکلور، توسط یونسکو به عنوان یک اثر هنری از میراث شفاهی و ناملموس بشریت شناخته شده است. این سبک پیچیده آواز بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت آلبانیایی است. به رقص می‌پردازیم. آلبانی رقص‌های فولکلور زنده‌ای مانند والای اتریس. این رقص‌ها اغلب در جشنواره‌ها اجرا می‌شوند و حرکات پاهای پیچیده و لباس‌های رنگارنگ را به نمایش می‌گذارند. ادبیات آلبانی نگاهی عمیق به روح کشور ارائه می‌دهد. اسماعیل کاداره به شهرت بین‌المللی دست یافتند و آثارشان اغلب تاریخ پرآشوب و فرهنگ غنی آلبانی را منعکس می‌کنند. غذا یکی دیگر از بخش‌های اساسی فرهنگ آلبانی است. غذاهایی مانند بیریک، تابیکوسی و فرگسا استفاده از مواد اولیه تازه محلی را به نمایش می‌گذارد و طعمی از سنت‌های آشپزی آلبانی را ارائه می‌دهد. مهمان‌نوازی آلبانی افسانه‌ای است. آلبانیایی‌ها به خاطر روح گرم و سخاوتمندشان شناخته شده‌اند و اغلب با آغوش باز از مهمانان استقبال می‌کنند و غذا و داستان‌های خود را به اشتراک می‌گذارند و بازدید کنندگان را مانند خانواده احساس می‌کنند. میراث فرهنگی آلبانی غنی از سنت‌های منحصر به فرد است. یکی از ویژگی‌ها بساست، یک نشان افتخار که نمایانگر اعتماد، وفاداری و مهمان‌نوازی است. یک مثال جالب از بسا این است که چگونه آلبانیایی‌ها در طول جنگ جهانی دوم از یهودیان محافظت کردند و به آنها پناه دادند با وجود خطرات. موسیقی سنتی آلبانی نیز یک جواهر فرهنگی دیگر است که شامل آوازهای چند صدایی می‌شود. این سبک که از نسل‌ها به ارث رسیده، ترکیبی هماهنگ از صداها را ایجاد می‌کند. هر منطقه سبک‌های موسیقی خاص خود را دارد. جنوب به خاطر آوازهای فولکلور چند صدایی شناخته شده است، در حالی که شمال شعرهای حماسی را با ساز لوت مانند لاهوتا می‌خواند. رقص نیز بخش کلیدی از فرهنگ آلبانی است. رقص زنده والیای اورگو که از کوزو نشاط می‌گیرد، در جشن‌ها اجرا می‌شود و حرکات پای پیچیده‌ای را به نمایش می‌گذارد. جشنواره‌هایی مانند جشنواره گوجیرکاسر، جشنواره ملی فولکلور این سنت‌های فرهنگی را جشن می‌گیرد و هنرمندانی از سرتاسر آلبانی را گرد هم می‌آورد تا موسیقی، رقص و بیشتر را به نمایش بذارند. در آلبانی، مهمان‌نوازی فقط یک سنت نیست، بلکه یک وظیفه مقدس است. بسا به معنای ایمان و اعتماد، آلبانیایی‌ها را ملزم می‌کند که از مهمانان محافظت کرده و به آنها احترام بگذارند. این فرهنگ سخاوت واقعاً بی‌نظیر است. مناظر آلبانی به اندازه فرهنگش متنوع است. از کوههای ناهموار شمال تا سواحل بکر جنوب، هر منطقه نگاهی منحصر به فرد به میراث آلبانی ارائه می‌دهد. موسیقی سنتی آلبانی غنی از ملودی‌های احساسی، اغلب شامل سازهایی مانند لاهوتا و چیفتلی است. این صداها داستان‌های عشق، مبارزه و پیروزی را روایت می‌کنند و نسل‌ها را به هم متصل می‌کنند. غذا در آلبانی ترکیبی از طعم‌های مدیترانه‌ای و بالکانی است. غذاهایی مانند بیریک، تاوکوسی و فرگسی، ثروت کشاورزی و خلاقیت آشپزی کشور را منعکس می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند شهرهای تاریخی آلبانی مانند برگ و گیجروکست را نادیده بگیرد. این سایت‌های میراث جهانی یونسکو نگاهی به تکامل معماری و فرهنگی کشور ارائه می‌دهند. جشنواره‌های آلبانی مانند جشنواره ملی فولکلور، جشنواره در گوجیرکاستر، لباس‌ها، رقص‌ها و سنت‌های زنده را به نمایش می‌گذارد. این رویدادها جشنواره‌ای از بافت فرهنگی غنی کشور هستند. ما فرهنگ غنی آلبانی را از سنت‌های باستانی تا تأثیرات مدرن بررسی کرده ایم. این ترکیب زنده یک هویت منحصر به فرد را شکل می‌دهد که با افتخار توسط مردمش جشن گرفته می‌شود.
تاریخ آن یک بافت است که با تاب‌آوری و خلاقیت بافته شده است که در موسیقی، رقص و هنر مشهود است. میراث فرهنگی داستان‌های قدرت و نوآوری را به همراه دارد. آشپزی، جشنواره‌ها و آداب و رسوم نگاهی به قلب زندگی آلبانیایی ارائه می‌دهد. هر تجربه از بازارهای شلوغ تا روستاهای آرام، روحی‌های خوشامدگو را نشان می‌دهد. طبیعت و جاذبه‌های تاریخی نیز نقش حیاتی در فرهنگ دارند. مناظر خیره کننده و مکان‌های تاریخی گنجینه‌هایی هستند که آلبانیایی‌ها را به ریشه‌هایشان متصل می‌کنند. فرهنگ آلبانی نه تنها بازتابی از گذشته‌اش است، بلکه نیروی پویا و در حال تحول است. این فرهنگ ما را دعوت می‌کند تا زیبایی و تنوع آن را کشف و قدردانی کنیم. به فرهنگ آلبانی عمیق‌تر بپردازید، چه از طریق سفر و چه تحقیق. سفر شما پر از لحظات فراموش نشدنی و تجربیات غنی خواهد بود. برای ویدیوهای بیشتر فراموش نکنید لایک کنید، به اشتراک بگذارید و به کانال ما مشترک شوید.